از سفر با قطار. اولین مشهد آقایی و خانمی. چرا اینجا رو خدایا ما واسه مسافرت چمدونای جدیدن سفارش دادیم، الان رسید. صورتی ها دیگه اینقدر لباسای زیاد باش برده بودیم ترکیده بودن. بابا ببین چقدر باحاله، روش زیپ داره، چقدر خوشگلاس، خیلی خوشگله. بر تو چنل یوتیوب بریم ادامه ولاگ مشهد. من دیگه کامل مثل سریای قبل چمدون بستن نمیگیرم، خیلی خلاصه شده. یاده بگیر اومد. من خیلی خوشحالم که هم چمدونمون رسیده نیوه، همین که انقدر وسیله داریم کم میبریم با خودمون. یس ازم قول گرفته که وسیله کم ببریم. من دارم سعی میکنم یه چمدون رو تموم کنم. این دوتا رو نمیبریم ولی خوشحاله. خلاصه که اینجوری هست و اینجوری هست و برم که چمدون رو جمع کنم، ادامه داستان رو براتون میگیرم. ترد کردم. بالاخره موافق شدیم داریم میریم. کم جاییم جلو دستتون آقا رضا یه نگاه بکن به ما. بابا خودتو میگیری. تو شرایط خیلی سخت داریم میریم چیز راه آهن. اون بر بهتون نشون روی گرمشه. چمدونم یکی جلوی یکی سمقه خواهر شوهره ها. قطار داره کلی بهمون خوش بگذاره. تو فیلم چی میذاره قطار؟ وای خیلی همه رو بهتون نشون میدم تو قطار فیلم بریم. قطاری که خاموش نمیکنه تلویزیونش شب. نه نمیدونم شاید خاموش کنه. برو خب برگردیم خونه. خدا کنه فیلم کمدی بذاره. بالاخره رسیدیم. بریم. من چون از فوبیا پرواز دارم همه میدونن با قطار این برون برمیرم. آها راستی آره به خاطر روحی داریم با قطار میریم. خدمت کلی اکثر داره هم روحی درگیره هوا داره. خریده کو تنقلات اون بره مامانم و خواهر شوهرم. اینم شوهرم. من یه بلاگر زن شوهریم. شوهر کلی خرید کردم برامون. بچه ما بلیطمون ساعت 9:50 است، تازه 8 و نیمه. ما نیم ساعت دیگه تازه بریم داخل. ببین چه بلایی به روزگار ما آوردی. چرا؟ الان با هواپیما میرفتیم یه ساعت بعد میرسید. ما این نمیدونیم. بخاطر اینکه رضا روی از هواپیما میرسه بعد این همه ساعت قطار کنه. حال میده. بلاگ میگیره. حالا باشی. یه برنامه باید دارم تو هواپیما. میگم تو هواپیما، تو قطار، بعدم میفهم. مادر و داماد. بریم که وقت بشه. مامان یه کتاب گرفته انقدر گرونه تا آخر سفر میخواد تمامش کنه. مامانم ورشکستمون کرد با این کتابه. یه تومن پول کتاب. فقط دلم میخواد از این بعد زندگیش تغییر نکنه. چجوری از اون دور اونجا رو دید؟ خب بریم خط 5. دو سه سالی بود قطار سوار نشده بودیم بیشتر. خدا لعنتت کنه.
خیلی راحت داریم میریم خنک. آره خیلی خنک هوا. از الان بگید کی بالا میخوابه. بالاخره واگنمون رو پیدا کردیم. باحاله ولی خدایی خیلی داره قشنگ داره. الکی میگه که بچه کوپه دهیم. خب بچه اینم از واگن ما. این 9 ساعت رو به خاطر رزروایر باید اینجا رو تحمل کنیم. بریم. اینم چیپ شد. یکی این دور سامون خدایا چقدر سخت واقعا. چی داریم؟ شانه داریم. شونه باشه؟ فکر سرمون هم کردم. این چیه؟ مثل میدن دونه انسیری هم داریم فقط به گوشیم نمیخوری. آها میکنن تو این بزن اینجا. بریم برای راهنمای خدمات. نمیدیم برای راهنمای کنترل داره. کنترل این یه کنترل ما چون جت شخصی پدرمون لمسیه فکر کردیم اینم لمسیه. فقط اوه چه همه چی داره. مایی خانم راضی شدی؟ نه. این قسمت فیلم های ایرانی داریم، خارجی داریم، موسیقی، مدعی، کتاب صوتی. یه مدعی بذارمش کنیم. یه مدعی بذار. یه انیمیشن بریم چیا داره. به به همش بروزه. قطع میشه. الان خوب. عروس گلم دوست داری؟ بله بله ممنونم تشکر. Excuse me. Right. English movie. چیکار کنم؟ English movie. خارجی؟ Yes. ما چون زبان مادری. ببوز به مادر تا صبح فیلم داریم اینجا و سرمون سر من چه آوردم ازم؟ اوه به سودوکو. بچه من تصمیم گرفتم که از همه ابزار قطار استفاده کنم. لطفا اینو باز میکنی برام روی دست شما درد نکنه. من میخوام دمپاییامو استفاده کنم از آخه بچه دمپاییاتون رو بپوشید. یه دونه استوری بگیریم. روحی دمپاییاتو تو هم پاتو چشم. لحظه دارم اینو درستیش میکنم. روحی تا این قطار رو هوا نبره. تمام دکمه یه دکمه به این فشار میده، یه دکمه به اون، یه بار این به خانم کاظمی فکر کردم گفتم ما ازت تشکر کردم. از کارآزمون اینجا داشته باش. خوابید. مرسی. ممنون آقا. مرسی. تا اینجای کار ما خیلی راضی بودیم. بچه دستشویی هم نزدیک اصلا نگران خونک هم شد و اشغال برای این چپ راست نمیشه آخه اصلا رفته رو گزینه خونه میبینی؟ من این فیلم رو دیدم. نه به خود از اول بابا یه فیلم دیگه برام بذار. نمیشم باید هنسکریم خوب من تو باید تو این جعبه هنسفری تو در بیاری آنباکس کنی. بپرس ازش رضا مگه خدا وکیلی قبلا نمیرفتی؟ نه والا نمیشه یه جوری جارش بدیم جفت همه با هم ویدیو گذاشتم و دارم فیلم. تو رو خدا مامان دلخوش منه. مامان نشون بده. من چوردم به بازی. من شطرنج شما رضا قهرمانی کار میکنیم ما. شطرنج گوری هر سیسیلی هم برای شما هم اینه بالا
نداریم اصلا تو منو. این کیف پتومتو رو باز کنم ببینم چه خبره. ما کمکم میکنیم. کنترل کجا گذاشتی؟ دست روحیه. پترو رو به اینا کدوم پتروه؟ این پتوه الان؟ این پتوه هم رو بکنم ملخه روش داره؟ آره ملخه هم داره. ما این خب میرفتیم بالا با رضا نشی کردیم. اینو بگی الان میریم بالا. شولکس وضعیت ما کارتون داریم میبینیم. ببینید چیزی رو بازی خوابش میبره. میگفتین کمک میکردین. آدم سنگی. اما یه فیلم بگی. یا چشمامو کردم ریدم. من میگم چرا انقدر دارید میخندین؟ خندیدش نمیشد. خوب شد نخورد رضا روی خواب بود. خب راوجو بایست. بلش کنم بیاد پایین. یک دو. خب گرفتیمش. از سختی‌های سفر با قطار به جا پاشو گذاشت روی این چمدون رفت اون بالا. رفتم بالا. ما دوتا پایینیم. وای بچه چی؟ قربونت بشم چقدر ناز خوابیده بودی. فدات بشم الهی پسر من. آی بمیرم الهی برات. گوشی رو زدیم به شارژ و روی اون برداره بازی میکنم. مامانم رفتم بالا. چمدونم اینجاست. الان اینجا اینو نگی چی بگی؟ بالا رفتن ماما رو نگرفتی؟ نه داشتم میخندیدم. مثل پلنگ رفت بالا. هوا چمدونه تو بغل درسا با میشم. چمدونه واقعا جواب داد. 0 بود. یعنی 1% زیر پاش لیز میخورد و سر اومده بود پایین. بچه نماز من مشهد باید پاشیم. حالا حرم هر کدوم که باشه یه سلام میدی و نوکرم حاج رضا. بعد ادامه داستان. امام رضا اسم تو هم رضاه. من چون مشهد به دنیا اومدم اسمم گذاشتم. من چرا الان دقت کردم اسمت رضاه. من فکر میکنم اسم توحیه. من عباس مظفری هستم. منم عباس گالری. بچه ها بالاخره رسیدیم. با ما همراه باشین. لایک کامنت سابسکرایب هم یادتون نره. چمدون قشنگمون. اینم ایستگاه مشهد. یا اول خسته نباشی. اینم از ایستگاه مشهد. یه دارو هم نباید بخوره. هر چی بخوره حتی یه سمیلفا مستقیما کم. چی شده؟ پشه. مریضیه؟ مریضیه نمیدونم پشه هست. تبه؟ نمیدونم چی شده. نه فقط یه پشه هست میگن نیش میزنه بعد از جایی میشه. بچه ها میگن یه پشه نیش میزنه میمیرید. آره دیگه الکی چیز نکنه. خب نیش میزنه چی میشه؟ یه پشه است. اگه نیشتون بزنه مریض میشید. انقدر مریضیش خطرناکی که دارن واکسنشو میارن. یا عمل پزدوار مریضی جدید اومده رو. اولین مشهد آقایی و خانومی.
قطار چه حالی داد. خوشحال شدی اول اشارت؟ الان حالت بهتره؟ بابا یه سیم کارت میدن رضا روی برو. آلی بابا تو باغ خوشگله کاشتن آفتا پول ما رسیدیم. الهی قربونت برم بچه ها اینجا رو. خدایا پسرم کوچولو بوده. مامان بازی گوش من داره چیکار میکنه لای درخت ها. بریم آلبالو بزنیم؟ بریم؟ آلبالو چینون مامان لباسش عوض کنیم آلبالو بچینیم تو بله میبایدی هم نرسته همون دو چور بلا دعا بکنیم. خیلی دوستتون دارم. انتهای ولاگ رسیدیم. این ولاگ سفر بود که به پایان رسید. حالا بعدش دوباره ولاگ کل سفر رو واسهتون میذاریم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم.